السلام علیکم دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی نگهبانتان باشه. مادر فرزند خود را گم کرده است در طرف ترکیه. الله سبحانه و تعالی نگهبانتان باشه. بگیم با مادر این حال ما گپ زدیم، گفت تلفن ما گم کردگیم، طول چند ماه شد که فرزند ما گم کردگیم، یعنی فرزندم فقط رقم های مرا میدانست. یعنی این حال در طرف ترکیه رید رفته است. شاید که در همون رید ها پلیس قبیده باشش، کدامت که در شهر ترکیه هستین، خاص به خاطر الله همچون مثل همون مادر و فکر کنین که یک فرزند شما یکی گم شه با همراه مادرش باشه، یعنی میخواین که اون از دستگیرش کنه. و همچون این مادر عین حال نیاز به کمک ما و شما داره، کدامت که در ترکیه هستین، کدامت که بگیم حجتتان خوبه، خاص به خاطر الله ما مادر را زنگ بزنین، از مادر اینفورماسیون بگیرین، نام نسب شه و با این همی صورتی بچه جانو ببینین. کدامت که میتونین جای مقامات های، جای بگیم محکمه های، جای پولیس های، جای خیلی میگن که میخوان کودکارا ابیزیانکش میگن چی میگن، خلاص گپ در همون جا یعنی کوشش کنین، گفتگو کنین، شاید که پیداش بکنین، خاص به خاطر الله و به خاطر این مادر بزرگوار که بیچاره گریه داره، اشکش قرار نمیگیره که فرزند شه، جگربند شه، گم شه در ترکیه. الله این مشکل به سر هیچ کس نیار. هر انسانی که ای پدر مادر، حالا اون که ما کلان هستیم سبحان الله، از پدر مادر که دور میشیم سبحان الله غمگین میشیم، زیق میشیم یا چون میکنیم که حالا ما کلان هستیم که خودمون صاحب زن فرزند هستیم. اما فکر کنیم بچه جان بگیم 14 ساله در غریبی در شهر مردم که زبان نمیدونه گم شده، شاید که در همون ریدها پلیسا گرفتگی بردگیشن و بیچاره را هم نمیدونن که با خانه‌اش بیاره و رقم های مادرش کار نمیکنه که زنگ بزنه. از همون خاطر کدامت که میتونین خاص با خاطر الله رقم های مادر واتساپ داره مراجعت کنین. کسی که میتونین خاص با خاطر الله در طرف ترکیه یاردم کنین و با خاطر الله همه ویدیو رو پدیلیت سکنین. بیم با واسطه اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک، اینستاگرام، واتساپ، ایمیل، هر چیزی که از خاص با خاطر الله پدیلیت سرچ کنین تا اینکه این مادر فرزند خود را پیدا بکنه و اگه جوان مرد پیدا شد در ترکیه که برای خدمت مادر برسانه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که هر انسانی که در کاری خیر دلالتی کنه در نامه اعمال و اجر ثواب نوشته میشه، چون که او شخص را انجام داده است. خدا نگهبانتان باشه. خاص به خاطر الله ویدیو را به دیگران برسانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.